بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت روی دو کبیره صحبت خواهیم کرد. دو کبیره را با هم جمع میکنیم. یکی ترک روزه و دیگری هم ترک حج. ما قبلا هم گفتیم که فرائض الهی، چیزهایی را که الله متعال بر بالای مسلمانان فرض گردانیده، بالای هر کسی که فرض شود اگر آن فرض را انجام نداد این مرتکب گناه کبیره شده است. برابر است که روزه باشد، حج باشد و یا زکات باشد یا هر فریضه دیگری. تنها فریضه‌ای که در مورد تارکش، ترک کنندهش اختلاف وجود داشت که آیا او کافر می شود یا خیر، روی این اختلاف بود. البته او از بزرگترین گناهان هست، در کبیره بودن او شکی نیست، اما اختلاف روی این است که آیا تارک او مسلمان میماند یا خیر، که مسئله نماز بود. صحابه کرام و اکثر علما نظرشان همین است که هر مسلمانی که، هر کسی که خودم مسلمان بنامه و نمازها را عمدن و قصدن ترک بکنه کافر می شود. اما در بقیه فرائض چنین حکمی نیست. مثلا کسی اگر قصدن روزه را ترک بکنه یا زکات را ترک بکنه، کسی از علما نگفتن که این شخص با ترک این عمل کافر شود. کافر نمیشه، اما مرتکب بزرگترین گناه شده است. یعنی وقتی که مسلمان امر خدا را زیر پا میکنه، خداوند از او چیزی را میخواد که فلان کار را انجام بدی، این مسلمان انجام نمیدهد آن کار را، همین خودش کفایت میکنه. این چی طور مسلمانی هست که الله ما از ما چیزی را بخواهد و ما انجام ندهیم؟ پس ترک هر فریضه گناه کبیر است. و بعضی از آیات و روایات اشاره میکنیم در مورد ترک روزه، کسی که روزه را ترک میکنه، و یا هم حج را. البته روزه با حج کمی فرق داره که در حج شرایط خاصی است. کسی که او شرایط را برآورده کرد و او شرایط موجود بود، باز بالایش حج فرض می شود. اما روزه بالای هر مسلمان فرض است، به شرط این که مسافر نباشد. اگر مسافر بود در هنگام سفر از او ساقط می شود و بعد از سفر قضا میاره. و دوم مریضی باشه که مانع روزه اش شود. البته بالای مریض هم فرض نمی شود، از او ساقط می شود، بعداً قضا میاره، به شرطی که مریضیش امکان جور شدنش باشه. اگر امکان جور شدن نباشه، یعنی مرض دائمی است که روزه گرفتن نمیتونه، باز در این حالات بالای از او فدیه هست که روزانه در بدل هر روز یک مسکین را باید طعام بدهد. در مورد روزه الله متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنین، ای مؤمنان، ای کسانی که ادعای ایمان را دارید و خود را مؤمن و مسلمان میدانید، بر شما روزه ماه مبارک رمضان فرض شده است، همان گونه‌ای که بر امتیان پیشین فرض شده بود. به خاطر چی؟ لعلکم تتقون، تا که شما به تقوا و پرهیزگاری برسید. یک معنای تتقون این است که روزه بر شما فرض شده تا شما متقی شوید، پرهیزگار شوید
یا اینکه تا شما از عذاب الهی نجات پیدا بکنید. در حدیث معروف عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که ارکان اسلام را برای ما معرفی میکنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بنی الاسلام علی خمس، بنای اسلام مثل یک سقف اگر ما ای را ببینیم، مثل یک بیلدینگ و یک تعمیر اگر ای را تصور بکنیم، بنای اسلام بر 5 پایه گذاشته شده که هر کدام این پایه ها را گرفته گویا اسلام را ضربه زده و یک پایه او را از بین بردی. اولین پایه و اساسی ترین پایه هم توحید است که شهادت دادن بر این که نیست معبود بر حق جز الله و شهادت و گواهی دادن بر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. رکن دوم البته برپا داشتن نماز هست. رکن سوم هم ادای زکات و رکن چهارم و پنجم محل شاهد ماست که روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و حج بیت الله شریف. پس حج و روزه از جمله ارکان 5گانه اسلام هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرمایند در مورد کسی که بدون عذر، بدون اینکه در سفر باشه، بدون اینکه مریض باشه، یک روزی از روزهای ماه مبارک رمضان را اگر افطار بکنه و بخوره، روزه نگیره. امام بخاری رحمه الله این روایت را معلق، یعنی بدون سند، در صحیحشان ذکر میکنن، البته با صیغه تمریض، با صیغه جزم نیست، با صیغه تمریض نقل میکنن و اصطلاح محدثین در او همین است که روایات را که امام بخاری رحمه الله بدون سند در کتابشان ذکر میکنن، سند ذکر نمیکنن، اگر با صیغه یقین باشه که فلان گفت، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد، چنین باشد، علما میگویند که این روایت صحیح است. اما روایت های بدون سند را که امام بخاری با صیغه تمریض میاره، تمریض یعنی که مثلا گفته شوه یا روایت شده است یا گفته شده است، اگر این چنین صیغه استفاده شوه، باز میگویند که این البته به درجه صحت نمیرسه. به هر حال در این حدیث که امام بخاری رحمه الله را معلق ذکر میکنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من افطر یوما من رمضان بلا عذر لم یقضه صیام الدهر و ان صامه. اگر یک شخصی یک روزی از روزهای ماه مبارک رمضان را افطار بکنه بدون هیچ عذر، نه در سفر است و نه هم مریض هست، صحیح سالم هست، صحتمند است و در خانه هم است، بدون کدام عذر شرعی اگر یک انسان یک روزی از روزهای رمضان را میخورد و روزه نمیگیرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لم یقضه صیام الدهر و ان صامه. اگر کل زمانه را بعد از خوردن یک روز، اگر کل دهر و زمانه را این انسان روزه بگیره، ثواب آن روز ماه مبارک رمضان را به دست آوردن نمیتونه. واقعا این چقدر انسان بدبخت است و کسی که از فضل بزرگ خود را محروم میکنه و خود را مرتکب گناه کبیره میسازه با خوردن روزه در ماه مبارک رمضان. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که قواعد دین و پایه های دین 3 چیز هست. یکی شهادت الله اله الا الله، گواهی دادن بر اینکه هیچ معبودی بر حق جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است، یعنی یک رکن کلمه توحید است، یک پایه اسلام کلمه توحید است. اصول دیگر یا قاعده دیگه اسلام نماز هست طبق فرموده عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، و قاعده سوم، اصل سوم در اسلام روزه گرفتن ماه مبارک رمضان هست. اینجا عبدالله ابن عباس حج و زکات را ذکر نمیکنه، چون حج و زکات
بر یک قشر خاص جامعه، بر یک قشر خاصی از مسلمان ها فرض می شود که مال داشته باشند، صاحب ثروت باشند. البته صاحب ثروت و صاحب مال افراد زیادی نیستن در هر جامعه، کسانی که بالایشان زکات فرض شود یا کسانی که بالایشان حج فرض شود توانمندی را داشته باشند. در جوامع اسلامی عموما فقرا هستند، پایینتر از حد متوسط هستند که نه توانایی حج را دارند و نه هم به مقدار زکات مال دارند که زکات بر آنها فرض شود. اما این نماز و روزه، نماز و روزه از چیزهایی است که همه مسلمان ها در این برابر سهم می شوند. یعنی این عبادت عمومی مسلمانان هست، نه از افراد خاص مثل ثروتمندان و غیره. در نماز و روزه شاه و فقیر و گدا و حاکم و محکوم همه برابر هستند. در ادامه عبدالله ابن عباس می‌فرماید که کسی که یکی از این سه اصول را، توحید، کلمه توحید، نماز و روزه، یکی از اینها را اگر کسی ترک بکنه پس ای کافر می شود. این شدت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما را در قبال کسانی که روزه نمیگیرند و یا نماز نمیخوانند را نشان میدهد که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چقدر نظریه سخت داشتن. گفتن کسی که اگر روزه ماه مبارک رمضان را هم ترک بکنه و انسان کافر می شود. علیاذ بالله. امام ذهبی رحمه الله میفرماید که در نزد مؤمنان، در نزد مسلمان ها این چیز ثابت شده است، در نزد مسلمان ها، در نزد مؤمنین و اهل ایمان و اهل اسلام این چیز ثابت شده است که کسی که نماز و روزه را ترک بکنه اینطور انسان از زناکار و از شرابخور بدتر است. بلکه مسلمانان کسی را که ببینن که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، در اسلام او شک میکنن. اما اگر کسی را ببینن شراب میخورن، نمیگوین که کافر شده، او را هم زشت میپندارن اما او را کافر فکر نمیکنن. همچنان زناکار را وقتی میبینن او را زشت میدانند. هر کسی که مرتکب این عمل شود او را بد میبینن اما در اسلام او شک نمیکنن. ولی کسی که نماز نمیخوانه و روزه نمیگیره، امام ذهبی رحمه الله میفرماید که مسلمانان، نزد مسلمانان این چیز ثابت شده است، کسی که نماز نخوانه، روزه نگیره، او را از زناکار و از شرابخور بدتر فکر میکنن. حتی اینکه در اسلام او شک میکنن، فکر میکنن او زندیق نشده باشه، ملحد نشده باشه، ورنه چرا نماز نخوانه، روزه نگیره. تا به امروز هم ما در جامعه های اسلامی وقتی که میبینیم در هر گوشه از دنیا، در یک منطقه‌ای که مسلمانان زندگی میکنن، در کشورهای اسلامی، در جایی که مسلمانان زندگی میکنن، اگر ببینن که کسی نماز نمیخوانه یا روزه نمیگیره با نظر حقارت به او میگرن. خصوصا در قبال روزه البته خیلی شدت زیاده به خرج میدن. اگر یک جای، حتی یک طفل هم اگر کسی را ببینه که یک مرد کلانسال یا زن کلانسال در روز رمضان روزه را میخورد و روزه نمیگیرد، او طفل هم فریاد میکند که تو کافر شده که روزه را میخوری. یعنی این خیلی چیز شدیدی هست، یکی از گناهان بزرگی است. الله متعال کسانی که مرتکب این میشوند و روزه ماه مبارک رمضان را بدون عذر شرعی میخورند، الله هدایت و توفیق نصیبشان بکنه. و گناه بزرگ دیگری از گناهان کبیره ترک حج است. البته این عمومی نیست، عمومی به این معنا که بالای کل مسلمانان حج فرض نیست، فقط بالای کسانی فرض است که توانمندی مالی و جانی داشته باشند، باز بالایشان حج فرض می شود. خب حالا یک مسلمانی که توانمندی مالی و جانی داشت اما باز هم به حج نرفت، این انسان مرتکب گناه کبیره شده است. یکی از گناهان کبیره این است که حج بالای کسی فرض شود، شرایطش را داشته باشه، شرایطش را پوره بکنه اما به حج نروه. این انسان مرتکب گناه کبیره شده است. الله متعال می فرماید که ولله علی الناس حج البیت
من استطاع الیه سبیلا. برای الله است حج بیت الله شریف بر مردمان. حج بر مردم واجب است که برای الله انجام بدهند. کدام مردم؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی که توانمندی رفتن به سوی حج را داشت، که علما میگویند که زاد داشته باشه و راحله داشته باشه. زاد یعنی مصرف راه را داشته باشه، همین قدر پولی داشته باشه که کرای رای او شوه. در سابق اگر با شتر میرفتن، با اسب میرفتن، در کشتی سفر میکردن، خب پول این شتر را داشته باشه، اسب را اگر سفر میکنه از او را داشته باشه، از طریق کشتی اگر میره و کرای او را داشته باشه. امروز اگر از طریق هواپیما سفر میکنن، پول تیکت هواپیما را داشته باشه و زاد هم خوراکی داشته باشه، قدر مصرفی داشته باشه که در خلال سفر حج گرسنه نمانه در جایی، همه قدر پولی داشته باشه که تیکت هواپیماش شوه و غذا و خوراکیش در مدت حج شوه. البته با این شرط و قید امروز بر خیلی ها حج فرض شده است، اما باز هم متاسفانه به حج نمی روند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که من ملک زادا و راحله تبلغه حج بیت الله الحرام، کسی که داشت زاد راه داشت، توشه راه را داشت و راحله داشت، سواری، چیزی که او را به مکه برسانه، که امروز عموما هواپیماست. کسی که پول تیکت هواپیما را داشت و توشه راه را داشت، مصرف خوراکی این مدت حجش را داشت، ولم یحج، اما حج نکرد. این توانمندی را داشت اما حج نکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد این انسان می‌فرماید که فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا، هیچ فرقی نمیکنه که این انسان یهودی از دنیا بروه یا نصرانی. یعنی این خیلی حکم شدیدی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد کسی که توانمندی حج را داره، مصارف راه را داره، توشه راه را داره، اما باز هم حج نمیکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که او دلش میخواد که یهودی بمیرد، نصرانی بمیرد، یعنی هیچ ارتباط با اسلام و اهل اسلام ندارد. این به خاطر است که الله متعال حج را بر کسانی که توانمندی دارند فرض گردانیده است. از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که فرمودند که لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار. وقتی که خلیفه بودن گفتن ما قصد دارم، اراده کردیم که یک تعداد از مردم را به شهرها بفرستم، لشکر را به شهرها بفرستم و ببینن که در شهرها کدام مسلمان توانمندی حج را دارد و به حج نمی رود. هر کسی را که یافتن توانمندی حج را داشت و اما باز هم به حج نرفته بود، بالای از او جزیه وضع بکنن. جزیه همان مسئولی است که پولی است که از یهود و از نصارا گرفته می شد. در کشورهای اسلامی وقتی که یهود و نصارا زندگی می کردن، حکومت های اسلامی مکلف بود که از آنها حفاظت و پاسبانی بکنه و اینها هم مکلف بودن که سالانه به دولت اسلامی پولی بپردازن و در مقابل این پول در سایه حکومت اسلامی زندگی میکردن. حضرت عمر میفرماید که هر کسی که به حج نمیرود، توانمندی حج را داره، به حج نمیرود، باید نام او را هم در لیست کسانی نوشته بکنن و بنویسند که سالانه به حکومت اسلامی جزیه بپردازن. یعنی مثل همون حدیث قبلی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت کسی که توانمندی حج را داشت و حج نکرد، میخواهد یهودی بمیرد، میخواهد نصرانی بمیرد. از عبدالله ابن عباس نیز روایت شده، از عبدالله ابن عباس میفرماید که کسی که توانمندی حج را داشت و حج نکرد و زکات بر او فرض شده بود، زکات را ادا نکرد، این انسان در وقت مرگش
آرزوی برگشت را میکنند. از خداوند میخواد که الله مرا فرصت بده که برم یک حج بکنم، مرا فرصت بده تا برم زکات مالم را بپردازم، اما آن وقت دیگه دیر شده است و این آرزوی ای امیدی از ای حسرت از ای همونطور حسرت باقی میمانه و محقق نمیشود، تحقق نمیابه. از او پرسیدن که حج بالای کی فرض میشود؟ گفت هر کسی که تیکت مصرف سواری را داشته باشه، که امروز تیکت هواپیماست، مصرف سواری و همچنان مصرف خوراک و غذای این مدت حجش را داشته باشه، بر او حج فرض می شود. و سعید ابن جبیر نقل است که میگوید که یک همسایه داشتم وفات کرد، او شخص مالدار و ثروتمند بود، بالای از او حج فرض شده بود اما او به حج نرفت. سعید ابن جبیر میگوید که من بر او نماز جنازه نخواندم. سعید ابن جبیر رضی الله عنه و رحمه الله میگوید که همسایه من انسان صاحب مال و ثروت بود، حج بالای او فرض شده بود و به حج نرفت. این همسایه وقتی که وفات کرد من نماز جنازه او را نخواندم، البته با استدلال به همان حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی که توانمندی حج را دارد، زاد راه، توشی راه و سواری را دارد اما به حج نمی رود، این انسان می خواهد که یهودی بمیرد و یا نصرانی بمیرد. الله متعال تمام کسانی را که بر آنها حج فرض شده است توفیق بدهد که این فریضه الهی را هرچه زود هرچه عاجل انجام بدهند. البته کسانی که حالا بر آنها حج فرض می شود در کشورهای اسلامی، چون حالا به نوبت است، به قرعه است، نوبت نمی رسد چون حجاج زیاد هستند، تأخیر از سوی این نیست اما تأخیر از سوی دولت هاست، از سوی منتظمین حج هست که به اون نوبت نمی رسد. امیدوار هستیم که این مورد مؤاخذه قرار نگیرد تا وقتی که نوبتش برسه، اما کسانی که توانمندی دارند البته بالفور باید این فریضه الهی را انجام بدهند تا از این وعیدهای شدیدی که برای تارکین حج ذکر شده نجات پیدا بکنند. تا قسمت بعد، تا کبیره بعدی، الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.